سلام، من حسین میبایدم. ما اومدم نصف ماد روی ماینکرافت نشونتون بدم. اول باید بریم عضو چند آپارات ابوالفضل ایکس مستر بشیم که من الان تو این نشونتون میدم. باید برید تو آپارات، تو اینجا اون میدن ابوالفضل ایکس مستر. من یه بار سرچ کرده بودم. بعدش باید بیاریم اینجا، میاریم اینجا نمیدونم روی این باید بدم روی ویدیوش. فرق نداره. نوشته بیشتر، اینجا بیشتر باش نوشته پنجره وینتیج نوشته مشاهده کانال پیام رسان. اینو میزنید عضو کانال ابوالفضل ایکس مستر میشیم. آره دیگه همینه. مثلا میدانیم DLC بابسمندی برای ماینکرافت. خب مثلا من چند تا مود دارم. خب هر مودی میخواید پایینش نوشته. مثلا خفن ترین هواپیما هلیکوپتر برای بازی، 2 تا نسخه برای هر کدومش هست. مثلا من اینو الان بریزم، اینو الان اینجوری بزنیم روی این. اینو میزنیم روی این، میره تو ماینکرافت. حتما نوتیفیکیشن بیاد بالا مثلا یه مود ریخته شد. این باید بیاد، این درسته. یعنی اگه این بیاد این درسته. میایم اینجا، بعد بیایم اینجا، اینو اینجوری اینو میزنیم. من میخوام میتونی سوروایوال باشه یا کریتیو. من میذارم کریتیو. مثلا الان من 2 تا مود دارم. مود هواپیما، مود هلیکوپتر هواپیما. این هواپیما، این مود وسایل خونه است. اینو اینجوری میکنیم همشو. بعدش میایم اینجا، همه به غیر از این باید همه اینا فعال کنید. اگه یک کدومش رو فعال نکنید مودتون درست کار نمیکنه. اینو اینجوری فعال شه. بعدش بریم اینجا، اینم بزنیم اینجوری تا میاد. من یه چیزی بگم، ابوالفضل ایکس مستر کانال ابوالفضل ایکس مستر دنبال کنید، چون که همه مادا و خفن اونا رو اونجاست. هر مادی بخواید به من بگید، من بیام براتون تست کنم. خود شریفی پاستا هر مادی. این ماینکرافتی بس بالا بیاد چیزی خوشه. خب الان اینم اومد. مثلا الان باید چند چوب اومده باشه. این چوبا رو کنم جدید اومده. الان بیایم اینجا، بعد بیایم اینجا. مادش کار نکرد. شاید شما برید کار کنید کار کرد. ولی من چند بار تست کردم ولی یکی هم دارم برای مپ خودمه رو میدونم کار میکنه. چون اینه اگه باید یه چیز زرد رنگ باشه. الان هم زرد رنگ هست ها، یه چیز زرد رنگه ولی نمیدونم درست کار نمیکنه. خب اینو باید اینجوری روش میزنیم. خب رو مپ دارم، شاید میتونید اسم بذارید یه گم نکنید مپی که روش ماز رسیدم.
الان اومد. مثلا من الان اینه چیزایی که داره، مثلا چند رنگ ها رو داره. اینه شاید برای من کار نشده، اون باید چند بار تست کنید که درست باشه. مثلا چند تا اینا رو داره، لوازم خونه داره و اینا، بلاک های مختلف. یه خودتون برید تست کنید. من زیاد حرف نمیزنم. لایک و دنبالم فراموش نشه. تا روزهای دیگرش ما ویدیو بذاریم. بدرود.